نزدیک ظهر بود و یه کم دیگه مونده بود که زنگ آخر بخوره بریم خونه. خیلی خسته شده بودم. امروز هیچی از درس نفهمیدم. همش در حال چرت زدن بودم. کلا امروز روز خوبی نبود برام. بالاخره زنگ زده شد و همه با خوشحالی به سمت در خروجی میرفتن. منم وسایلامو که جمع کردم رفتم بیرون. با اینکه حال خوبی نداشتم و خسته بودم، ولی چون پیاده روی رو دوست داشتم، سرویسمو کنسل کردم و پیاده به سمت خونمون به راه افتادم. راه زیادی بود ولی حس خوبی بهم میداد. تنها قدم بزنم اینجوری. بالاخره رسیدم خونه. بعد از سلام و احوالپرسی با مامانم رفتم لباسامو درآوردم. تو همین حین مامان صدام زد. چرا دیر اومدی امروز؟ منم دلیلشو گفتم. اونم چیزی نگفت. رفتم دست و صورتمو شستم و نشستیم سر سفره. با اینکه عجیب خوابم میومد اما نمیتونستم از غذا بگذرم. خداییش دستپخت مامانم حرف نداشت. یکم که از غذا گذشته بود دیدم مامان داره منو نگاه میکنه. انگار میخواد یه چیزی بگه اما مردده. منم به روش نیاوردم و گفتم اگه بخواد حرفی بزنه خودش میگه. غذام که تموم شد تشکر کردم و رفتم تو اتاقم بخوابم. هنوز سرم به بالش نرسیده بود که بیهوش شدم. یهو با سر صدای بچه‌ها بیدار شدم. حد زدم خواهرم لیلا اومده باشه. بلند شدم خودم رو مرتب کردم و رفتم پیششون. بعد از اینکه یکم سر به سر بچه‌ها گذاشتم رفتم پیش خواهرم و احوالپرسی کردم. نشستم پیششون. یکم که گذشت به لیلا گفتم نمیدونی مامان چشه؟ امروز احساس میکنم میخواد یه چیزی بگه ولی هی حرفشو میخوره. خواهرم گفت مگه بهت نگفته قضیه رو؟ با تعجب گفتم قضیه چی؟ نه چیزی بهم نگفته. لیلا گفت یه خواستگار برات اومده. گفتم خب مگه بار اوله که همچین چیزی پیش میاد که میترسه حرف بزنه؟ لیلا گفت نه نمیترسه، فقط تو رو در وایسی گیر کرده. برعکس خواستگارای دیگه که مامان ردشون میکرد این دفعه استثنا مجبور شده قبول کنه که بیان خونه. گفتم مگه کی هستین شازده که مجبور شده قبول کنه؟ گفت یکی از فامیلای عروس دایی حسنه. این حرفو که از دهن لیلا شنیدم اولش هن کردم. تا چند ثانیه چیزی نمیگفتم. یکم که گذشت به خودم اومدم و زبونمو باز کردم. گفتم اصلاً به چه حقی قرار گذاشتین؟ مگه من جوابم مثبته که اجازه دادین بیان خونه؟ اونم فامیلای عروس دایی. اون کیه که مجبور باشی تو رو در وایسی گیر کنین؟ همینجوری یه ریز داشتم حرف میزدم. خیلی عصبی بودم که بدون اجازه من قرارا رو گذاشتن. تو بین حرفا مامان گفت من جواب منفی دادم بهشون. منتها قبول نکردن. خیلی اصرار داشتن که خودشون بیان و ببینن. حالا بیان خودشون از زبون خودت بشنون بهتره. یکم فکر کردم. دیدم راست میگه. در هر صورت من که جوابم منفیه. بهتره جوابو از خودم بشنون که خیالشون راحت شه. رو به مامان گفتم اوف مامان از دست تو باشه. حالا کی میان؟ گفت فردا عصر. سری تکون دادم و چیزی نگفتم. مامانم رفت برای شام چیزی درست کنه. منم خودمو مشغول درسام کردم. ولی ذهنم درگیر بود. اولین بار بود که خواستگار میخواست بیاد خونه. منم خیلی استرس داشتم. مگه من چند سالم بود که از الان باید خواستگار قبول میکردم؟ آخه 14 سالم سنه. هر جوری که بود اون روزو تمومش کردم. چون پنجشنبه بود مدرسه نداشتم. تصمیم گرفتم تا ظهر بخوابم. از خواب که بیدار شدم دیدم مامان مشغول کار کردنه. منم از بس استرس بعد از ظهر داشتم. هیچ کاری ازم بر نمی اومد. فقط تو فکر بودم و ساعتا نگاه می کردم که خودم خسته شدم. تا اینکه نزدیک اومدن مهمونا شد و اون روز 3 تا خواهرامم زهرا و مهناز و لیلا هم اومده بودن. خواهرام هر کدوم مشغول کاری بودن. منم دیدم کاری نمونده رفتم که حاضر شم. رفتم یه تونیک سفید خوشگل پوشیدم و یه شلوار دمپا و یه شال مشکی و سفید. تیپم خوب بود. رفتم سراغ آینه. اهل آرایش نبودم. فقط یه نرم کننده زدم و یه رژ لبه رنگ لبهام. نیازی به آرایش نداشتم. رنگ پوستم گندمی و چشمای خوشگل و کشیده. قدمم نسبتاً بلند بود. در کل همه میگفتن خوشگلی و اندامت خیلی خوبه. همینجوری با خودم کلنجار میرفتم که زنگ خونه زده شد. خیلی هول شدم. سری چادرم رو برداشتم و رفتم بیرون از اتاق. دیدم مامان بابا برای استقبال مهمونه رفتن. آبجیامم منتظر مهمونه وایسادن. منم رفتم بهشون ملحق شدم. مهمونه که از در اومدن داخل اول یه خانم مسن چادر اومد که حد زدم مادرشونه. پشت سر اونم 2 تا خانم چادری و جوون اومدن. بعدم عروس دایی. هرچی چشم چرخوندم چیز دیگه ای ندیدم.
دیدم داماد نیست. تعجب کردم. پس این شازده کجاست؟ با همه که احوال پرسی کردیم مامان تعارف کرد که بشینم. منم رفتم پیش خواهران نشستم. یکی از خواهرام چای آورد. بعد از اینکه یکم نشستن، عروس دایم شروع کرد به صحبت کردن. گفت غرض از مزاحمت عمه جون، اومدیم برای پسر خالم خواستگاری دخترتون. امروزم چون روز اول بود گفتم فقط خانوما بیان راحت‌تر باشیم. صحبت‌های اولیه زده بشه و خالم و دختر خاله ها این عروس خوشگل رو ببینن، بعد برسه به آقا داماد. منم سرم پایین بود و فقط شنونده بودم. حرفی نمی زدم. یکم که گذشت یکی از اون خانمای جوان رو به من کرد و گفت ببین عزیزم، ما چون تعریف تو رو از دختر خالمون زیاد شنیدیم باعث شد که الان خدمت برسیم. منم گفتم ایشون لطف دارن به من، ولی من فعلا قصد ازدواج ندارم. هم سنم کمه، هم میخوام درسمو بخونم. اصلا چیزی از ازدواج نمیفهمم. مادرش پرید وسط حرفم و گفت ای دختر جون، فکر میکنی کوچیکی، ولی ماشاءالله هم عقلت هم اندامت اصلا به 14 ساله ها نمیخوره. خیلی بزرگتر از سنت میفهمی. اینو هم دختر خواهرم گفته و هم خودم الان توی همین چند دقیقه فهمیدم. من طرفو ببینم تا تهشو خوندم چی بوده و چی هست. درباره درس ما مشکلی نداریم که ادامه بدی. هم ما هم پسرم خیلی درس خوندن رو دوست داریم، پس نگران اینم نباش. بعدم ما که الان عروسی نمیگیریم که میترسی برای سنت میگی زوده. 2-3 سالی تو عقد باشین، بعد انشالله عروسی و میرین سر خونه زندگیتون. تو هم تا اون موقع خانومی شدی برای خودت. الانم زود تصمیم نگی دختر جون. شاید پسرمون رو دیدی مهرش به دلت افتاد. من نمیگم بیا همین الان ندیده و نشناخته جوابتو بگو، حالا جواب منفی هم نده. نمیدونستم چی شده بودم که نمیتونستم حرف بزنم. انگاری که لال شده بودم. سرم پایین بود و چیزی نمیگفتم. اونا هم از این سکوتم به نفع خودشون استفاده کردن و فکر کردن که جوابم مثبته و از خجالتم چیزی نمیگم. یه دفعه به خودم اومدم که دیدم همه به قصد رفتن بلند شدن. منم برای بدرقشون بلند شدم. مادرشون که داشت از در میرفت بیرون به مامانم گفت پس ما این دفعه با پسرم خدمت میرسیم. مامانم گفت خونه از خودتونه، ما در خدمتتونیم. تعجب کرده بودم. یعنی کی برای جلسه دوم صحبت کرده بودن و جواب مثبت داده بودم که اینا برنامه هاشونم چیدن. گیج شده بودم و چیزی نمیفهمیدم. انگار دست خودم نبود، کسی منو توی این راه هل میداد. مهمونا که رفتن خانواده‌ام دربارشون حرف می‌زدن که میگفتن خانواده یا بروداری بودن و تو جلسه اول که من چیزی نفهمیدم از پسرشون. قرار بر این شده بود که هفته بعد آخر هفته که من مدرسه ندارم پسره با خانواده‌اش بیان که همدیگه رو ببینیم. یک هفته مثل برق و باد گذشت. خیلی فکر کرده بودم. با دوستام حرف زدم ولی گیج‌تر می‌شدم تا اینکه روز مراسم رسید. داداش بزرگم و خانومش اومده بودن. خواهر بزرگترم زهرا هم بود. همه خوشحال بودن. منم اون وسط فکرای بیخود به سرم میزد. باز میگفتم این یه مراسم ساده است و میان و میرن. دیگه این که استرس نداره. هر جور بود اون استرس رو از خودم دور میکردم. 1 ساعت مونده بود به اومدن مهمونا. رفتم که حاضر شم. لباسای ساده پوشیدم که با خودشون فکر نکنن که آره خبریه. کم کم کارم تموم شده بود. داشتم فکر میکردم به قضیه های این 1 هفته که چی شد. چرا من تا اینجا پیش اومدم؟ منی که مخالف بودم. تو همین فکرها بودم که زن داداشم اومده گفت تو هنوز که نشستی بودو بیا مهمونه اومدن. کی اومده بودن که من نفهمیدم. گفتم باشه الان میام. سری تکون داد و رفت. من هم چادرم و رو سرم مرتب کردم و رفتم از اتاق بیرون. دیدم همه دم در وایسادن و دارن خوشابش میکنن. منم رفتم یه گوشه وایسادم برای خوش آمدگویی. به همه سلام کردم. این دفعه بابای پسره و 2 تا خواهر دیگه‌اش اومده بودن که همونجا خودشونو معرفی کردن. ابراز خوشبختی کردم و دعوتشون کردیم بشینن. سرمو برگردوندم. پسره چارشونه قد بلندی، چشم ابرو مشکی با موهای مرتب و اصلاح شده و ابروهای پیوندی با یک کت شلوار آبی و پیرهن سفید جلوم وایساده بود و سلام میکرد. منم هل شدم و سری جوابشو دادم. سرمو انداختم پایین. از حق نگذریم خوشگل بود ولی یکم توپل بود. بعد از این که سلام و احوالپرسی کرد جعبه شیرینی که دستش بود رو داد به داداشم و رفت که بشینه. منم با خواهرم رفتیم آشپزخونه. خیلی استرس داشتم. گفتم خدا کنه ازم نخوان که چای ببرم. بعدم میاد از این رسم و رسوم ها. خدا رو شکر داداشم خودش اومد چای و برد. میترسیدم ببرم یه گندی بالا بیاد. بالاخره بار اولم بود.
اگه برای خواستگاری نبود همه چیزو به نحو احسن انجام میدادم. برای همین استرس لعنتی دست ازم بر نمی داشت. هرچی خواهرم حرف میزد ولی انگار نمیشنیدم حرفاشونو. تا اینکه بابا صدا زد برم تو جمع بشینم. چادرمو مرتب کردم و رفتم پیششون نشستم. یکم که بزرگترها حرف زدن ازم خواستن برم تنها با پسر حرف بزنم. چون بابام تایید کرد دیگه نمیتونستم مخالفتی کنم. سرمو تکون دادم و بلند شدم و رفتم به طرف اتاق. احساس کردم اونم داره میاد دنبالم. به اتاقم رسیدم. سرمو برگردوندم و دیدم پشت سرم وایساده و داره نگاه میکنه. خیلی خجالت کشیدم. آخه تا حالا با یه غریبه تنها نبودم. نمیدونستم که باید چی بگم. تعارفش کردم بشینه. اونم نشست. منم روبروش نشستم. تقریبا 1 دقیقه بود که سکوت بود. بالاخره حرف زد و گفت چقدر خوشگلی تو. با این حرفش بیشتر خجالت کشیدم. با خودم گفتم چقدر پرروه. ولی تشکر آرومی گفتم. اونم دید معذبم چیزی نگفت و حرفشو عوض کرد. گفت بالاخره باید از جایی شروع کنیم. اومدیم که حرف بزنیم. نه سکوت کنیم. من 23 سالمه. همینیم که میبینی. تازه از سربازی اومدم و به لطف بابا یه خونه دارم. یکم پس انداز برای شروع زندگی دارم که اگه خدا بخواد قسمت هم شدیم از پسش بر بیام. این از سرمایم. در مورد اعتقاداتم هم باید بگم که تقریبا تو خانواده مذهبی بزرگ شدم. همینجوری داشت از اخلاق و خصوصیاتش میگفت. دیدم مگه هیچی نگم تا فردا صبح ول نمیکنه. دلمو زدم به دریا و گفتم ببخشید آقای سری گفت رضا هستم. گفتم ببخشید آقا رضا، مثل این که سوء تفاهم شده. من جواب مثبت ندادم که دارین از اخلاقتون و خصوصیاتتون صحبت میکنین. ما این جلسه رو گذاشتیم که همدیگر رو ببینیم، فقط همین. ولی شما خیلی دارین پیش میرین. اصلا جواب منو میدونید که منفیه. گفتم ببینید آقا رضا، من سنم کمه. هنوز چیزی از زندگی مشترک نمیدونم. میخوام درسمو بخونم و به آرزوهام برسم. با ازدواج موافق نیستم فعلا، چون کوچیکم. بعد شما دارین از آینده صحبت میکنین. بین حرف زدنم گفت ببخشید معصومه خانم، قصد جسارت نداشتم. تعجب کردم. این اسم منو از کجا میدونه؟ باز گفتم خب دختر جون، دختر خالش بهش گفته دیگه. شروع کرد به ادامه حرفاش که من واقعا از شما خوشم اومده. کاری هم به این ندارم که سنت کمه یا میخوای درس بخونی. همه جوره پشتتم. نگران چیزی نباش. با این حرفاش تو فکر رفتم. با خودم گفتم چقدر فکرش باز این پسره. بعد که سنم یادم اومد دوباره پشیمون شدم از فکرم. یکم دیگه درباره کارش و شغلش که جوشکاری بود صحبت کرد. بلند شدیم بریم پیش بقیه. مادرشون پرسید خب چی شد دخترم؟ جوابت چیه؟ پسرشون به جای من جواب داد ایشون یکم وقت میخوان تا فکراشونو کنن. با این حرفش هن کردم. مگه من کی وقت خواستم که اینجوری حرف زد؟ جرأت مخالفتم نداشتم. خب سنی هم نداشتم که بخوام ازدواج کنم. بلند شدم به هم بزنم این مراسمو. دیگه هر جور بود خودمو نگه داشتم. بعد از اینکه مهمونا رفتن همه خانواده اومدن پیشم به حرف زدن. داداشم گفت خب حالا نظرت چیه؟ میخوای چیکار کنی؟ گفتم من جوابم منفیه. اون برای خودش حرف زد که 1 هفته مهلت میخوام. خواهرم گفت ببین معصومه، بیا منطقی فکر کنیم. الان این پسر خوبه. هم کارش خوبه، هم خونه داره، هم خانواده‌اش خوبن. از همه مهمتر سالمه. تو این دوره پسر سالم کم پیدا میشه. حالا الان هم ازدواج نکنی سال دیگه چه فرقی میکنه؟ تو که میدونی شهر ما جوریه که دختر رو زود عروس میکنن. نمیذارن سنش بالا بره که برای خودش تصمیم بگیره. همه خانواده‌ام تقریبا راضی بودن. میخواستن منو هم راضی کنن، ولی فکرشو میکردم میخوام توی این سن ازدواج کنم یه جوری میشدم. بالاخره همه موافقتشون رو اعلام کردن. با خودم خیلی فکر کردم. گفتم اگه قراره منو زود شوهر بدن همین خوبه دیگه. خانواده‌م هم ازش راضین. بالاخره اگه بد باشه که منو بدبخت نمیکنن. حتما یه چیزی میدونن که میگن. هیچکس نبود که بیاد با من حرف بزنه که داری مسیر رو اشتباه میری. یه آدمی که تجربه داشته باشه. خودم بودم و خودم رفتم پیش 2-3 تا از همکلاسیام که ازدواج کرده بودن. ازشون درباره زندگیشون پرسیدم. همشون راضی بودن. همه چیز دست به دست هم داده بود که من جواب مثبت بدم. توی این 1 هفته همه خانواده با هم حرف زدن. از خوبیای زندگی گفتن. کسی نبود که بگه بابا این مسیر رو که میخوای بری بالاخره بدیهایی هم داره. همش خوب نیست. دیدم از بعض خانواده‌ام دارن تلاش میکنن منو راضی کنن
دیگه جایی برای مخالفت نبود. هرچی میگفتم یه جوابی براش داشتن. منم که موافقت اونا رو دیدم جواب مثبت دادم. از وقتی جواب مثبت دادم دیگه کارا به سرعت پیش رفت. انگار همشون آماده بودن که فقط جواب من رو بشنون. خیلی زود قراره بله برون رو گذاشتن و خانواده ما و خانواده رضا بودن. همه خوشحال بودن. من از خوشحالی اونا خوشحال بودم. برام دست گل و چادر سفید آوردن. اون شبم به خیر و خوشی تموم شد. قرار بر این شد که روز بعدش بریم آزمایش بدیم. اگه اوکی بود عقد کنیم. روز آزمایش من با خواهر بزرگترم رفتم. رضا هم با خواهر بزرگترش اومده بود. همه چیز داشت خیلی خوب و سریع پیش میرفت. تاریخ عقدمون مشخص شد. مهمونا رو دعوت کردیم برای محضر. اون روز منو بردن آرایشگاه و یه آرایش ملی کردم. محضر همه فامیلا بودن. یه چند تا غریبه هم بودن که حد زدم از اقوام رضا باشن. با همه احوال پرسی کردم. رفتم تو جایگاه نشستم. همه ذوق داشتن از ازدواج من. انگار خودشون میخواستن ازدواج کنن. کارای محضر تموم شد و من بله رو گفتم و با دنیای مجردی خداحافظی کردم و پا تو دنیای متأهلی گذاشتم. از محضر که اومدیم بیرون ما رو دعوت کردن خونشون. چون قرار بود یه جشن عقد بزرگ بگیرن. برای همون جشن بله برون نگرفتیم. ما رو برای عصرونه دعوت کردن خونهشون. اونجا لباسامو با یه کت دامن فیروزه‌ای عوض کردم و رفتم نشستم پذیرایی کردن. بعد همه بلند شدن که برن. اصرار کردن به موندن خانواده‌ام. چون شبش عروسی دختر خالم بود آبجیان باید میرفتن آرایشگاه. خانواده‌ام که رفتن خیلی دلم گرفت. تنها بودم تو جمعشون. خیلی معذب بودم. رفتم پیش رضا و بهش گفتم آقا رضا میدونی که امشب عروسی دختر خالمه. میخوام برم آرایشگاه. من و خواهرام میخواستیم با هم بریم. ولی اونا رفتن. الان موندم کجا برم؟ اینجوری که گفتم خواهرشو صدا زد و بهش گفت زهره جون معصومه میخواد بره آرایشگاه. جایی سراغ نداره. میخواسته با خواهرش بره نشده. تو جایی رو میشناسی؟ تا میخواست حرف بزنه اون یکی خواهرش از اون طرف گفت آرایشگاه لازم نیست. اونم برای عروسی دختر خاله. خودمون یه جوری درستت میکنیم. این حرفو زد. حالم بد شد. میخواست گریم بگیره. گفتم وای خدا اگه آرایشگاه نبرنم چی؟ شب اول ازدواجمه. برام حرف درست میکنن. رضا دید که ناراحت شدم گفت نه میریم آرایشگاه. بالاخره به هر مکافاتی که بود من رفتم آرایشگاه. همون جایی که برای اصلاح ابروها منو برده بودن. برای اولین بار آرایش زنانه انجام داده بودم. بعد از آرایش خیلی تغییر کردم. زود حاضر شدم و به شوهرم زنگ زدم که بیاد دنبالم. چون زود کارم تموم شده بود شوهرم پیشنهاد داد بریم خونه یه چند تا عکس بگیریم بعد بریم عروسی. خانواده شوهرم هم دعوت بودن. بعد از اینکه عکس گرفتیم همه راه افتادیم رفتیم عروسی. از در که وارد شدم همه اومدن سراغم و شروع کردن به تبریک گفتن. خیلی ذوق داشتن که من با این سنم ازدواج کرده بودم. بعد از کلی دریافت تبریک از بقیه میخواستم حاضر شم که برم برقصم. کارم که تموم شد رفتم به سمت سن و شروع کردم به رقص. یکم که گذشت مادر شوهرم بلند شد و شاباش بهم داد. بعد از اونم مادرم و بعدم بقیه کلی شاباش بهم دادن. بالاخره اون شبم تموم شده ما رفتیم خونه. روزا پشت سر هم رد میشد. من درسمو میخوندم و شوهرم هم سر کارشو میرفت. توی این بین یه جشن عقد بزرگ گرفتیم و فامیلا رو دعوت کردیم. دیدار من و رضا جوری بود که فقط آخر هفته ها همدیگر رو میدیدیم. یا اون میومد خونه ما یا ما میرفتیم خونه اونها. از زندگیم راضی بودم. شوهرم کاری بود و سالم بود. با وام ازدواجمونم ماشین خریده بود. یه مسافرت با خواهرش رفتیم. در کل اوضاعمون خوب بود و داشتیم پس انداز میکردیم که عروسی بگیریم و زودتر بریم خونه خودمون. چون شوهرم دوست داشت از نظر ارتباط به هم نزدیک باشیم سریعتر و من اینو نمیخواستم. چند باری هم قصد کرد اما موفق نشد. شاید به خاطر درسم بود وگرنه من اول آخر که برای اون بودم. گذشت تا اینکه 2 سال از مراسم عقدمون رد شد. رضا نذاشت که دیگه درس بخونم. تصمیممون بر این شد که عروسی بگیریم و ماشینمون رو فروختیم و با پسندازمون هر جور که بود یه عروسی با شکوه گرفتیم. از استرسای شب عروسی نگم که هیچی از عروسی نفهمیدم. آخر شب که شد همگی ماشینا رو سوار شدیم و به طرف خونه راه افتادیم. فامیلای درجه 1 بودن همه ما رو همراهی میکردن. بعد از اینکه به خونه رسیدیم یکم تو خونه موندن و سفارشات لازمو کردن و رفتن. و از اون شب که کارم به بیمارستان کشید و شبهای بعدش
بگم که هیچ کاری بین ما نشد. یعنی ترس من تو وجودم بود. حمله عصبی بهم دست میداد و آخرش به بیمارستان ختم میشد. برای همین هیچ کاری نمیتونستیم انجام بدیم و من بودم و دنیای دخترونگی که ماه‌ها طول کشید. این قضیه تا 6 ماه بعد از ازدواجمون همینجوری بود. رضا نذاشت کسی بفهمه. اینو ازش ممنون بودم. 6 ماه گذشت بعد از کلی پیش روانشناس رفتن و با خودم کنار اومدن. قضیه حل شد و من با دنیای دخترونگی خداحافظی کردم و تو سن 16 سالگی پا به دنیای زنونگی گذاشتم. بعد از چند وقتی دیدم شوهرم دیر میاد خونه یا کلا نمیاد. من مجبور بودم نصف شب برم خونه بابام یا پدر شوهرم. اینجوری اذیت بودم ولی خب چیزی بهش نمیگفتم. با خودم میگفتم بذار راحت باشه با دوستاش. یه شب خوش بگذرونه. مگه چی میشه؟ نمیدونستم که با این فکرای بچگونه‌ام دارم زندگیمو اصلا میپاشونم. شوهرم دیگه شورش در آورده بود. یه شب که باهاش بعد بحثم شده بود، دلیل شب نیومدنشو پرسیدم. برام توضیح داد که با دوستان میریم دنبال گنج. مجبوریم شب بریم که کسی متوجه نشه، وگرنه کسی ببینه بد میشه. اینقدر با هم حرف زد که منم قانع شدم. 2 سال همینجوری میرفت دنبال گنج و هیچ یاییدش نشد. بالاخره خودش خسته شد و ول کرد. گفتم خدا رو شکر دیگه سرش به سنگ خورده. ولی بعد چند وقت کار بدتر از اونو شروع کرد. کار پر درآمدشه که جوشکاری بود ول کرد. گفت من نمیخوام تا آخر عمر کارگر مردم باشم. میخوام دستم تو جیب خودم باشه. آقای خودم باشم. رفت شغل دامداری رو پیش گرفت. اولش خرید و فروش گوسفند داشت و با یکی از رفیقاش. اما بعد از چند وقت که پول خوب گیرش اومد، گوسفند خرید و نگه داشت. همه با این کارش مخالف بودن. ولی اون حرف کسی گوش نمیداد. بالاخره گوسفند به تعداد بالا خرید و رفت یکی از روستاهای اطراف شهرمون مکان و آذوقه براشون تهیه کرد و یه چند نفرم کارگر براشون گرفت. خیلی تصمیمش جدی بود. منم چون دوست داشت مخالفتی نکردم. گفتم چه این شغل چه شغل دیگه. خوبه که سر خونه زندگیشه. اوایلش خوب بود. میرفت یه سر میزد و میومد خونه. ولی چند وقتی که گذشت گفت من باید هر چند شب یه بار برم اونجا بمونم. کارگرها کارشون رو خوب انجام نمیدن. گوسفندها مریض شدن. همه اینجوری ضرر میکنیم. با اینکه راضی نبودم گفتم باشه اشکال نداره. اگه هر چند شب یه باره برو، مشکلی نیست. همینجوری داشت پیش میرفت. بچه دارم نمیشدیم. خیلی دوتاییمون بچه دوست داشتیم. کلی دکتر و داروهای گیاهی هم مصرف کردیم. اما میگفتن مشکلی ندارین واسه بارداری. پس چی بود؟ مونده بودم. یه سری از این وضعیت گذشته بود. شوهرم که قرار بود چند شب یه بار خونه نیاد، رسیده بود به یه شب در میون که خونه نبود. منم شبای تنهایی می اومدم خونه بابا. اوایل خونه پدر شوهرم میرفتم. اما بعدش دیدم راحت نیستم. گفتم یا منو ببر خونه بابام یا حق نداری خودتم جایی بری. چون مجبور بود راضی شد. دیگه یه شب در میونش شد. هر 2 شب در میون. کم کم شد هر 3 شب یه بار میومد خونه. منم تا یه چیزی میگفتم با منم بحث را مینداخت. حتی خونمونو میخواست ببره تو همون روستا که گوسفندها بودن. منم راضی شدم چون کاری نمیتونستم انجام بدم جز این که پا به پاش برم. بالاخره شوهرم بود. من که هر جور بود راضی شدم. ولی پدر شوهرم بنده خدا اجازه نداد. گفت این دختر کوچیکه همینجا داره سختی میکشه. باز ببریش اونجا که بیشتر اذیت شه. میدونی که این از یه مورچه هم میترسه. از بس با شوهرم حرف زد آخر قبول کرد که خونه رو نبریم اونجا. منم از این وضعیت آسی شده بودم. حرفم هم گوش نمیداد. هرچی میگفتم برعکسش رو عمل میکرد. کار به اونجایی رسیده بود که درگیر اعتیاد هم شده بود. وقتی که میومد خونه لباساش بوی بد میداد و معلوم بود که چیزی رو مصرف میکنه. میگفتم چرا اینجوری میکنی؟ این کارا واسه چیه؟ هر دفعه بهونه میگرفت و میگفت که سرما خوردم یا 1000 تا بهونه دیگه. منم فکرشو نمیکردم که درگیر اعتیاد شده. همینجور گذشت تا اینکه خیلی وضعیتش خراب شد. کار به جایی رسیده بود که هر یه هفته یه بار میومد خونه. منم خسته شده بودم. واقعا دیگه تحمل نداشتم. از این ور اون بیماری سال 98 که همه گیر شده بود و همه جا تعطیل بود اتفاق افتاد و از اون ورم کارای رضا عذابم میداد. بعد از چند وقت که از اون بیماری گذشت خواهرمو از دست دادم. واقعا دیگه سخت بود برام. یه دختر 16 ساله تنها با یه غم بزرگ. نمیدونستم چی کار کنم. واقعا مونده بودم. آخه مگه چقدر سن داشتم که بخوام این همه سختی رو تحمل کنم. این همه تنهایی رو تحمل کنم. ولی با این وجود میسوختم و میساختم.
چاره دیگه ای نداشتم. هرچی به این و اون میگفتم نصیحتش کنین بلکه به راه راست هدایت چه، به حرف هیچ کدوم گوش نمیداد. کار خودش رو انجام میداد. حتی منی که شریک زندگیش بودم یه ذره برام ارزش قائل نمیشد. صبرم خیلی زیاد بود. با اینکه بچه بودم ولی خیلی چیزا رو میفهمیدم. پخته شده بودم. از این صبرمم شوهرم استفاده میکرد. زندگیمون به همین روال پیش میرفت. منم هی به این زندگی سرتر میشدم. ولی دم نزدم. گفتم خوب میشه. ولی به جای اینکه خوب بشه هی بدتر میشد. الان دیگه شده بودم یه دختر 20 ساله. بس بود انقدر سختی کشیدن و عذاب کشیدن تو این چند سالم. همه بچگیم و دخترونگیم رو همه رو گذاشتم پای کسی که هیچ ارزشی نداشت. یعنی کل راه و اشتباه رفته بودم. تصمیم گرفتم جداشم. دیگه نمیتونستم تحملش کنم. گفتم خوب میشه خوب میشه. اما دریغ از خوب شدن رضا کارش به جایی رسیده بود که میومد خونه اون چیزاشو جلوی من مصرف میکرد. این کارش اصلا نتونستم تحمل کنم. هرچند بهم میگفت که تفریحی میکشم اما من که باور نمیکردم. یه روز که اومد خونه تصمیممو بهش گفتم. بهش گفتم که میخوام جداشم. دیگه نمیتونم تحمل کنم. ادامه این زندگی برام سخته. با مخالفت شدید رضا روبرو شدم. گفت نه، من دوست دارم، نمیتونم ازت جدا بشم. ولی این حرفا دیگه بیفایده بود. من حرف نمیخواستم، عمل کردن میخواستم. روی تصمیمم مصمم بودم. کسی جلودارم نبود. هرچی خانواده اون میومدن میگفتن این کارو نکن. خانواده خودم حتی داداشم هم میگفت که اگه این کارو کنی دیگه باهات حرف نمیزنم. ما خانواده آبروداری بودیم. هیچ کس باور نمیکرد که من میخوام جداشم. هر کی میشنید میگفت که وا، شما که زندگیتون خوبه، چرا یه دفعه اینجوری شد؟ ولی همه که از زندگی شخصی کسی خبر ندارن. ظاهر رو میدیدن ولی باطن رو کسی نمیدید جز خودم. از بس تو این چند سال سختی کشیدم. هیچی جلو دارم نبود. فقط میگفتم جدایی و تموم. یا جدایی یا نبودنم چه این دنیا. کسی گوش نمیداد. همه مخالف بودن با جدایی. خودم بودم و خودم. هیچ کس پشتم نبود. حتی خانواده خودم میگفتن که باید بسوزی و بسازی. من هنوز 20 سالم بود. آرزوها داشتم. عمرم داشت تباه میشد. هر جا میرفتم تنها. هر مهمونی میرفتم تنها. مگه اینجوری میشه زندگی کرد؟ واقعا خسته شده بودم. من آدمی نبودم که ازدواج کنم و بخوام تنهایی جایی برم. پس چرا ازدواج کرده بودم؟ کسی به من حق نمیداد. بابا، من هم آدم بودم. اون زندگی نبود که ما داشتیم. همش بحث و دلخوری و سختی کشیدن. حداقل اگه بچه داشتیم به خاطر اون تحمل میکردم. میگفتم هرچند شوهرم نیست ولی بچم که هست. باهاش سرگرمم. بچه دار نشدن خیلی سخت بود. به رضا میگفتم بیا بریم دکتر دنبالش رو بگیریم. اون میگفت باشه و هیچ بخاری ازش بلند نمیشد. هرچی باهاش صحبت کردم با جداییمون موافقت نکرد و منم خیلی سعی کردم. هیچ کس به جداییم راضی نبود. حاضر بودم که از این دنیا برم. یه روز که دیگه خیلی خسته شده بودم از خونه زدم بیرون. رفتم داروخونه و چند بسته قرص گرفتم. با خودم گفتم حالا اینا رو کجا بخورم؟ یادم از خواهرم اومد. رفتم سر قبرش. اولش اونقدر گریه کردم که دیگه نایی برام نمونده بود. یکم باهاش درد دل کردم و همونجا بعد از یه ساعت درد دل کردن اومدم سمت خونه. توی این چند ساعتی که نبودم گوشیمم خاموش کرده بودم. اومدم خونه دیدم همه نگرانن. حالا اینی که جواب کسی رو بدم نداشتم. دوست داشتم تنها باشم. چند ساعتی گذشت حالم بد شد. شروع کردم به بالا آوردن. هرچی خورده بودم و بالا آوردم. مامانم فهمید یه چیزی شده. به هر مکافاتی بود نصف شب منو برد بیمارستان. دکتر ازم پرسید چی خوردی؟ اسم چیزی که خوردم و گفتم. گفت چند بسته؟ بهش گفتم. تعجب کرده بود. سری منو بردن CCU. مامانم خیلی حالش خراب بود. خودم هم از اون بدتر. دکتر گفته بود که با 4 تا از اینها آدم بوده که رفته کما. برای همین منو بردن مراقبت‌های ویژه. ازم آزمایش گرفتن تا اینکه فهمیدن سالمم. 2 روز اونجا بودم. همه نگران بودن. رضا اومد ملاقاتم اما نذاشتم بیاد داخل که منو ببینه. دیگه نمیخواستم ببینمش. بعد از 2 روز که منو آوردن خونه به زور اومد تو خونه با هم حرف زد. گفت هرچی تو بگی گوش میدم. هر کاری بخوای انجام میدم. اما جدایی نه. منم دیگه این حرفا واسم بیفایده بود. فقط جدایی میخواستم. دیگه هیچی جلو دارم نبود. این کشمکش ها نزدیک 1 سال طول کشید. بالاخره راضی شد.
گفت نمیخوام ناراحتی تو ببینم. من بهش گفته بودم که اگه دوستم داری ازم جدا شو. دوست داشتن تو جور دیگه ثابت نکردی، ولی با این کارت ثابتش کن. بالاخره به جدایی رضایت داد. گفت باشه هرچی تو بگی. منم اینقدر نسبت بهش سرد شده بودم که دیگه هیچ جایی برای ادامه زندگی نداشتم. داشتیم کارای جداییمون رو میکردیم. توی این بین رضا خیلی با هم حرف زد که برگردم، اما بیفایده بود. خیلی منتظر این روز بودم، روز جدایی. بالاخره داشتم بهش نزدیک میشدم. خوشحال نبودم از این که میخوام جدا شم، اما اون زندگی رو هم دیگه نمیتونستم تحمل کنم. شوهرم که بعد از تلاش‌های مضاعفش که میخواست منو راضی بموندن کنه، اما متوجه شد که فایده نداره. بالاخره دست کشید. خواهرش اومدن گفتن مهریت رو ببخش، ما هم حق طلاق میدیم. منم قبول کردم. رفتم محضر، مهریم رو بخشیدم. اونم حق طلاق رو به من داد. وسایلم هم آوردیم. ولی خانواده همسرم کادوهایی که برای من آورده بودن همه رو برداشته بودن. منم چیزی نگفتم. اسبابو بار کردیم و اومدیم سمت خونه بابام. من خودم تنها کارای جداییمو انجام میدادم. هیچ کس کمکم نمیکرد. فقط خودم بودم. بالاخره به هر مکافاتی که بود جدا شدم. الان یه خانم مستقل که از عهده تمام کارام برمیام. این سرگذشت زندگی من بود. خانواده های عزیز، بچه هاتون رو زود عروس نکنین. دودش تو چشم خودتون میره. مگه 14 سالگی سن ازدواجه؟ دختراتون رو بدبخت نکنین. فکر نکنین که دارین کار درست رو انجام میدین. اونا نمیدونن که پا تو چه ارتباطی میذارن. شما باید بهشون بگین. شمایی که تجربه دارین بذارید خودشون سنشون جوری بشه عاقلانه تصمیم بگیرن، نه بچگانه. دوستای عزیزم، مرسی که تا این لحظه با ما همراه بودین. اگه به داستان‌های واقعی علاقه‌مند هستین، به دیگر ویدیوهای این کانال سر بزنید و این داستانی که بر روی صفحه به نمایش در اومده داستان خارق‌العاده عالی و جذابی هست. اصلاً از دستش ندید. تا داستان‌های بعدی شاد و پیروز باشید.